من یک زن شوهردار هستم اما با دیگر مرد دل بسته‌ام، فراموشش کرده نمیتوانم، چیکار کنم؟ نمیدانم خواهر هستی یا اینکه اپه هستی، از خدا بترس. در ناموس شوهر خود خیانت نکن. وقتی که شوهر کردی او شخصیت را از دل بیرون کن. این دل بستگی نیست، این بلکه چی هست؟ یک روسیاهی هست. این یک دنیا و آخرت سوزی هست. این یک بدبختی هست که انسان انجام می‌دهد. از خدا بترس. وای مرد بیگانه را از دل بیرون کن. محبت شوهر خود را در دل جا کن. همون یعنی شوق ذوق اشتیاقی که نسبت به او شخصیت داری و او را فراموش کرده نمیتوانی، همه جانب شوهر خود بگردان. از صدقاً دوست بدار. این یعنی مهربانی که برای ای ان شاء الله بهتر از اون مرد برای تو وفا میکند، تر زنی میکند، تر یعنی در زندگی همه جانب تامین میکند. یک چیز فراموش نکن که این خیانت کردن تو در شوهرت خیلی گناه بزرگ است، گناه کبیره هست.